با چند تا خبر کوتاه در مورد استقلال شروع بکنیم که بعد از باخت دربی اعتراض هوادارا به اوج خودش رسید و یک روز بعد از باخت استقلال در مقابل پرسپولیس هواداران با تجمع در مقابل باشگاه استقلال خواهان برکناری احمد شهریاری و جواد نکونام شدند. بعد از این تجمع در مقابل باشگاه استقلال طبق اعلام اکثر رسانه‌ها جواد نکونام نامه استعفای خودش رو تحویل مدیریت باشگاه داد که گفته شد هیئت مدیره استقلال به دلیل نزدیک بودن بازی استقلال با اسد قطر در لیگ نخبگان آسیا با استعفای نکونام مخالفت کرده که ظاهرا به نظر میرسه این استعفا بیشتر برای فریب هواداران و خوابوندن جو باشه که نکونام توی اردوی استقلال حضور پیدا کرد و در فرودگاه حاضر شد برای سفر به قطر و بازی مقابل اسد در لیگ نخبگان آسیا. حالا باید ببینیم نتیجه بازی با اسد قطر چی میشه و وضعیت استقلال و نکونام به کجا میرسه.